با افتخار 32مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده نیز چاره‌بینی‌های گوناگون ایدانه برگزار گردیده ایستادند. در حاشیه تجلیل این صحنه تاریخی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی از شرایط بود و باش سربازان در قسم‌های نظامی دیدن نموده به خدمتچیان حربی دسترخوان ایدانه و برنامه‌های فرهنگی دایر نمودند. در ادامه تجلیل از روز تأسیسیابی قواهای مسلح کشور در تالار کاخ دوستی شهر ترسونزاده با اشتراک فعالان و سابقه‌داران، نمایندگان مقامات حفظ حقوق، سربازان و افسران و کارمندان بخش و ساختارهای گوناگون چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. گفته شد که حکومت مملکت از روزهای نخستین تشکیلیابی قواهای مسلح تمام امکانیت‌ها را به حل مسئله‌های بنیادی اینفراساختار، تأسیس جزء و تام‌های مخصوص گردانیده شده، تأمینات آنها با تکنیک و تجهیزات و فراهم آوردن شرایط ضروری خدمت و زندگی برای هیئت شخصی قسم‌های نظامی سفربر نموده است. جزء تام‌های قواهای مسلح در همکاری با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه با شرف و مقدس خود حمایت وطن، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم را سربلندانه با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر و مهمتر از همه با روحیه بلند وطن دوستی، صداقت به دولت، وطن و خلق خویش اجرا می نمایند. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی به یک قطار نمایندگان ساختارهای مقامات قدرتی، خدمتچیان حربی و سابقه‌داران جنگ و مهنت برای خدمت صافدلانه به خلق و وطن سپاسنامه تقدیم گردید. سرود و ترانه‌های ترنم کننده استقلال و آزادی و وطن دوستانه هنرمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده خاطر اهل تالار را بالیده ساخت.